خب اول کوتاه از آغاز شاهنامه براتون بگم تا برسیم به داستان عاشقانه و پرفراز و نشیب زال و رودابه. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. شاهنامه با پادشاهی کیومرث آغاز میشه. بعد از کیومرث به ترتیب هوشنگ و طهمورث دیوبند شاه بودن و خدمت‌های بزرگی به آدما کردن. بعد از طهمورث پادشاهی رسید به جمشید. جمشید هم یه عالمه خدمت کرد، اما اواخر کار اسیر خودبینی شد. به قول فردوسی ز جای مهی برتر آورد پای، پاشو از گلیمش درازتر کرد. منی کرد آن شاه یزدان شناس، ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس. منم کرد با غرور و خود بزرگ بینی، مردم و از خودش حسابی رنجون. اینجا بود که سر و کله ضحاک تازی پیدا شد. ضحاک تازی اومد و با کمک خود ایرانیا که از جمشید آزرده بودن بر تخت پادشاهی ایران زمین نشست. اما ضحاک هم سر شونه هاش دوتا مار رویده بود که میتونه استعاره‌ای باشه از حرص و شهوت. برای اینکه این مارا رو آروم کنه باید هر روز دوتا جوون رو میکشت و مغز سرشون رو میداد به مارا. ایرانیای بیچاره از ضحاک هم خوشی ندیدن. تو اون دوره به گفته فردوسی نهان گشت کردار فرزانگان، پراکنده شد کام دیوانگان. جوانای ایرانی کشته می شدن تا اینکه از مادر دلیر و خردمندی به نام فرانک فریدون زاده شد. فریدون به کمک کاوه آهنگر و مردم تو ماجراهای دراز ضحاک و ته یه غاری تو دماوندکوه به بند کشید. تو دوره فریدون که شاه بخردی هم بود، زمان بیندوه گشت از بدی، گرفتند هر کس ره بخردی. اینایی که گفتم و مفصلش رو تو دوره داستانی ضحاک ماردوش بشنوید. فریدون 3 پسر داشت به نامهای سلم و تور و ایرج. پسرا که بزرگ شدن فریدون براشون زن گرفت و قلمرو پادشاهی هر کدومشون رو مشخص کرد تا برن برای خودشون حکمرانی کنن. روم و مناطق غربی رو داد به سلم، چین و توران و مناطق شرقی رو داد به تور و ایرج و ولیعهد خودش کرد. ایران زمین رو داد به ایرج. سلم و تور بر ایرج بر این بخش کردن پدر حسد بردند و تو ماجراهای مفصلی ایرج بیگناه و کشتن. فریدون خشمگین از این سرکشی و برادرکشی پس از چندی که نوه ایرج یعنی منوچهر بالید و بزرگ شد، سپاه ایران رو در اختیار منوچهر گذاشت تا بره به کینکشی ایرج. منوچهر چنین کرد و تو ماجراهای درازی اول تور و بعد سلم کشت و انتقام ایرج رو گرفت. این ماجراها رو هم مفصلش رو تو دوره داستانی 3 پسر فریدون بشنوید. منوچهر پس از اینکه کین ایرج رو گرفت بر تخت پادشاهی ایران به جای فریدون نشست. روند شاهنامه اینطوریه که تو دوره پادشاهی منوچهر فردوسی یه داستانی از سام تعریف کرده. سام جهان پهلوان عهد منوچهر بود که یه پسر سپیدمو یا زال به دنیا آورد. از ترس نگاه دیگران سام فرزندش رو تو کوه رها کرد، اما سیمرغ برش داشت و بردش پیش خودش. فرزند سام یا همون زال تو آشیونه سیمرغ موند و همونجا بزرگ شد. سام چندین بار تو خواب دید که باید بره سراغ فرزندش. به خاطر نگاه دیگران مقاومت میکرد، اما در نهایت با بازگشت به راه راستی، با بازگشت به راه یزدان آگاه شد و رفت فرزندش رو آورد. منوچهر که از این ماجراها خبردار شد، سام رو با زال به دربار فراخوند. خیلی دوست داشت ببینه این زال که پیش سیمرغ بزرگ شده کیه و چه شکلی. تو دربار منوچهر همین که چشش به زال افتاد، شگفتی بماند اندرو شهریار. به سام گفت که از من تو این را به زنهار دار. این جوان از جانب من پیش تو در امان باشه، امانت من باشه نزد تو. یعنی خلاصه حسابی هواشو داشته باش. پس از این دیدار سام و زال به سیستان بازگشتن. پس از چندی نبردی پیش اومد و منوچهر سام و فراخوند تا لشکر رو آماده کنه و ببره به جنگ کسایی که تو گرگساران و مازندران سرکشی میکردن. سام قبل از رفتن بزرگان و بخردان و فراخوند و اشاره به زال کرد و گفت بدانید کین زینهار من است، به نزد شما یادگار من است. هواشو داشته باشید. سپس رو به زال کرد و به خود زالم گفت که داد و دهش گیر و فرجام جوی. دادگستری و بخشندگی پیشه کن و به فرجام کارها بنگر. زاولستان و سپردم بهت، بیاموز و بشنو ز هر دانشی و با خرد و دانش
فرمان روایی کن. سام اینا رو گفت و راهی جنگ شد. پس از رفتن سام، زال همه بزرگا و دانشمندا رو فراخوند و پیوسته باهاشون رای میزد، باهاشون هم فکری میکرد و چیز یاد میگرفت تا به جایی رسید که چنان گشت زال از بس آموختن که گفتی ستاره است از افروختن. از دانش بسیار مثل ستاره شده بود، هم بالا هم نورانی. این ماجراهای به دنیا اومدن و بالیدن زال رو هم مفصلش رو تو دوره داستانی سام و سیمرغ بشنوید تا برسیم به این دوره داستانی کنونی، ماجراهای عاشقانه زال و رودابه. زال یه روزی خواست بره یه گشتی تو مناطق تحت فرمان روایی خودش بزنه. برون رفت با ویژه گردان خیش که با او یکی بودشان رای و کیش. ویژه اینجا یعنی نزدیک. با گردان ویژه خودش یعنی با پهلوانای نزدیک خودش که با هم همرای و همکیش بودن بیرون رفت سمت شرق و کشور هندوان. تو مسیر هر جایی که میرسید، هر جایی که پا میداد خوش بود، یه بزمی به پا میکرد و به هر جای کاخی بیاراستی، می و رود و رامشگران خواستی. رود واژه پهلویه، در اصل یه ساز سیمی بوده اما بیشتر جاها تو ادبیات به معنی نغمه و سروده. رامشگر هم که میشه خواننده یا خنیاگر. دیگه تو شاهنامه هر جایی که یه بزمی به پا میشه، به طور کلی توی ادبیات کهن هر جایی یه بزمی داریم، شما باید تصویر یه بزم کامل رو تو ذهنتون بسازید. تو این بزما کنار شاه یا فرمانده یا اون بزرگ مجلس، دیگر بزرگان، دوستان و نزدیکان هم حضور دارن. ساقیان زیباروی رفت و اومد میکنن و باده پخش میکنن یا سرو میکنن. رامشگران یا مغنیان و مطربایی هم هستن که نغمه های خوش و شادی بخش میخونن که لذت مجلس و مستی رو بیشتر کنن. به قول مولانا، مطرب جان مونس مستان بود. زال و بزرگان سیستان همینطور خوشان خوشان میرفتند و مینشستند و میرفتند تا اینکه ز زاول به کاول رسیدان زمان، گرازان و خندان و دلشادمان. گرازان همون خرامان. کابل هم که میدونید تو دوره‌های پیشین تو قلمرو پادشاهی ایران بوده. پیشتر تو دوره سام و سیمرغ خاطرتون هست که منوچهرشاه فرماندهی قلمروهای گسترده‌ای از جمله کابل رو داد به سام، پدر همین زال. زال و همراهاش تو فصل خوشی که حتما بهار بوده دلشادمان رفتن تا رسیدن به کاول یا همون کابل. اونجا تو کابل یکی پادشاه بود مهراب نام، زبردست و با گنج و گسترده کام. پادشاه یا همون فرمانده کابل کسی بود به نام مهراب. آدم کامران و زبردست یا چیره‌ای بود. مهراب وقتی خبردار شد که زال اومده اون سمتی، صبح زود با گنج و با اسبان و هدیه‌های فراوان رفت به پیشواز زال. از اون طرف پذیره شدش زال و بنواختش، به آیین یکی پایگه ساختش. پذیره شدن میشه به پیشواز رفتن. زالم به پیشواز مهراب رفت و خوان نهادن، یعنی سفره انداختند و نشستند و گسارنده می آورد و جام. بازم یه بزمی به پا کردن. تو این بزم زال از شخصیت و بزرگی مهراب خوشش اومد. خوش آمد هماناش دیدار اوی. بعد که بزم تموم شد و مهراب رفت، زال به دور و بریاش گفت این مهراب چه آدم حسابیه، چه خوب زیبنده تخت و فرماندهیه، خوشم اومد ازش. اینجا یکی نامور از میان مهان چنین گفت با پهلوان جهان. یکی از بزرگان که دید زال از مهراب خوشش اومده به زال گفت پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر است. پس پرده او یعنی تو پرده سراش. اون مرد نامور حسابی از زیبایی‌ها و جذابیت‌های دختر مهراب گفت. حالا من یک دو بیتشو براتون میگم. گفت رخانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته دو نار دان. بیت لطیف و قشنگیه، وسط این همه بیت درشت و سنگین شاهنامه. رخ که قبلا داشتیم میشه گونه. گلنار یعنی گل درخت انار، همون گلایی که یه سرخی قشنگی دارن. ناردان هم یعنی دانه انار. سیمین که میشه نقره‌ای و بر هم میشه سینه. و رسته، رسته نه ها، رسته یعنی
روییده. میگه گونه هاش مثل گل انار، لبش مثل دونه انار و خود انارم 2 از سینه های سفید و نقره ایش روییده. دان توی آخر بیت فعل امر، یعنی بدان، بدون، در جریان باش. رخانش چو گلنار و لب ناردان، ز سیمین برش رسته 2 نار دان. بهشت است سر تا سر آراسته، پر آرایش و دانش و خواسته. مثل بهشت سر تا سر وجودش آراسته است، آرایش و زیبایی که داره، دانش و آگاهی هم داره، خواسته یا همون مال و دارایی هم داره. دختر مهراب دیگه بالاخره. اون مرد با این تعریفایی که از دختر مهراب کرد، برآورد مرزال را دل به جوش، چنان شد که از او رفت آرام و هوش. دل زال به جوش اومد و آرام و قرارش رفت. در حالی که هنوز دختر مهرابو ندیده بود، شب از اندیشه خوابش نبرد. فرداش وقتی زال بر تخت نشست و بار داد، یعنی اجازه حضور داد، برون رفت مهراب کاول خدای، سوی خانه زال زاول خدای. خدا که میدونیم تو ادبیات قدیم خیلی جاها به معنی صاحب یا فرمانده است. مهراب فرمانده کاول رفت سوی خانه زال فرمانده زاول. با دیدن مهراب دل زال شد شاد و بنواختش، ازان انجمن سر برافراختش. زال شاد دل شد و حسابی تحویلش گرفت مهرابو. توی انجمن، توی گروه بزرگان سرافرازش کرد. بعد به مهراب گفت از من هر چیزی که میخوای بخوا. دقت کنید که زال به خاطر توصیفایی که از دختر مهراب شنیده بود، الان میخواد یه جورایی دل مهرابو به دست بیاره. مهراب گفت مرا آرزو در زمانه یکیست، تنها یه آرزو دارم که آیی به شادی سوی خانه من، چو خورشید روشن کنی جان من. بیای خونم و جانم و روشن کنی. اینجا زال یه فکر و حسابی با خودش کرد و چنین داد پاسخ که این رای نیست، به خانه تو اندر مرا جای نیست. به خانه تو اندر یعنی به خانه تو یا اندر خانه تو. این طور بیان، این ترکیب تو شاهنامه زیاد است. اگه بفهمیدش یه بخش زیادی از شاهنامه براتون آسون میشه. به خانه تو اندر 2 حرف اضافه برای یه متمم، به و اندر برای واژه خانه. این شیوه بیانی توی شاهنامه و متون دیگه معمولاً برای تاکیده، اما لحاظ معنایی یکی از حرفای اضافه معنی نداره، اضافه است. زال گفت درست نیست من بیام خونه تو، نباشد بدین سام همداستان، همان شاه چون بشنود داستان. گفت پدرم سام با این کار موافق یا همداستان نیست. شاه هم، منوچهرشاه هم همداستان نیست. همداستان معادل یا برابر واژه موافقه. موافق واژه تازیه و همداستان واژه پارسی. در جریان باشید که تو دوره فردوسی و بعدتر یک گرایشی وجود داشت. یه بخش زیادی هم مردم برای اینکه نشون بدن دانشمند و متفاوتن، بیشتر واژه‌های تازی به کار می‌بردن. مثل الان که یه بخشی تلاش میکنن تو گفتارشون واژه‌های فرنگی به کار ببرن. فردوسی آگاهانه رویاروی این گرایش، رویاروی این موج ایستاده. چون تلاش داره زبان پارسی رو زنده یا زنده تر نگه داره، تو شاهنامه بیشتر جاها واژه‌های پارسی رو به جای واژه‌های تازی یا همون عربی به کار برده. واژه‌هایی که خیلی هم خوب و بجا و واژه‌های رگ و ریشه داری هن. خلاصه زال گفت هر خواسته دیگه‌ای باشه برآورده میکنم، اما خونه رو شرمنده نمیتونم بیام. حالا چرا زال نمیتونه بره خونه مهراب؟ از آن کو نه هم دین و همراه بود، چون مهراب کابلی دین و راهی متفاوت با زال و سام و با منوچهرشاه داشت. این تفاوت راه و دین رو جلوتر هم درباره‌اش صحبت میکنم. چو بشنید مهراب کرد آفرین. مهراب این حرف زالو که شنید گفت هرچی صلاح بدونی. به زبان زالو ستایش کرد، اما به گفته فردوسی به دل زال را خواند ناپاک دین. تو دلش گفت فکر میکنید من ناپاک دینم که نمیای خونم، اما ناپاک دین خودتی. این حرف فردوسی اینجا بامزه است. آدما همینطوری همکیش و همدینم که باشن با هم نمیسازن، چه برسه به اینکه دینشون با هم تفاوت هم داشته باشه. شاید هم در ظاهر به خاطر مناسبات قدرت به هم احترام بذارن، اما در باطن
اون دیگری رو ناپاک دین میدونن. چو بشنید مهراب کرد آفرین، به دل زال را خواند ناپاک دین. و پس از چندی مهراب از خان زال برگشت به کاخ خودش. بعد از اون با گذر زمان از اندیشگان زال شد خسته دل، بران کار بنهاد پیوسته دل. از اندیشه و نگرانی دلش خسته یا مجروح شد. تو دلش پیوسته به دختر مهراب فکر میکرد. نمیتونست از کابل دل بکنه بره. از طرف دیگه نگران بود. همی بود پیچان دل از گفتگوی، مگر تیره گرددش از این آب روی. نگران بود که از این کار، از این عشقی که به سرش اومده، آبرو یا جایگاهش تو نظر پدرش و تو نظر شاه از بین بره. از ترس سام و از ترس منوچهر به خاطر همون تفاوت دین و آیین خونه مهراب نمیتونست بره. تازه بخواد دختر مهرابو خواستگاری کنه. همی گشت یک چند بر سر سپهر، دل زال زر تا سر آکنده مهر. فردوسی چقدر قشنگ گذر زمان رو نشون میده. همی گشت یک چند بر سر سپهر، یک چند آسمان بر سر زمین بر سر انسانها گذشت و در این مدت دل زال زر تا سر آکنده مهر. مهر و محبت یا همون عشق دل زالو تا سر پر کرد. سر تا سر دلش از عشق آکنده شد. چنان بود که مهراب روزی پگاه، برفت و بیامد از آن بارگاه. مهراب یه روزی رفت بارگاه زالو، اونجا بود و بعد از یه دوره همی برگشت. نزدیکی های خونه، نزدیکی های کاخ خودش، تو اون باغا، تو اون بوستانهای دور کاخ چشش افتاد به همسر و دخترش. همسرش سیندخت و دخترش رودابه. شگفتی به رودابه اندر بماند، همی نام یزدان بروبر بخواند. تو این بیت دو نمونه از همون ترکیبایی که پیشتر درباره‌اش صحبت کردم داریم. به رودابه اندر و بروبر. مهراب چشش که گذری به رودابه افتاد، از زیبایی دختر خودش شگفت زده شد و نام یزدان، نام خدا رو بر زبون آورد. این نام ایزد رو بر کسی خوندن همونه که امروزه تازیشو میگیم بیشتر. ما شاء الله در اصل هست ما شاء الله، هرچه خدا بخواهد. اما نام یزدان یا نام ایزد رو بر کسی خوندن، اینو ما توی پارسی قدیم هم داشتیم. به نام ایزد. حافظم گفته می در کاسه چشم است ساقی را به نام ایزد، که مستی می کند با عقل و می بخشد خماری خوش. قبل از حافظم تو شعر فرخی و نظامی و شاعرای دیگه هم این به نام ایزد هست. یه ترکیبیه برای بیان شگفتی. به هر روی مهراب شگفتی به رودابه اندر بماند، همین نام یزدان بروبر بخواند. چششون به هم دیگه افتاد و سیندخت از مهراب پرسید که چون رفتی امروز و چون آمدی، که کوتاه باد از تو دست بدی. چه خبر؟ چطور رفتی؟ چطور اومدی؟ چه مردی است این پیر سر پور سام، همی تخت کام آیدش گر کنام. پیر سر میشه سپید موی، کسی که سرش مثل پیرا موی سپید داره. پور میشه پسر و کنام هم میشه آشیانه. گر اینجا مهمه، تو شاهنامه خیلی جاها به معنی یا اومده. سیندخت پرسید این پسر موسفید سام چطور مردیه؟ به تخت و بارگاه خو گرفته یا هنوز دنبال آشیونه سیمرغه؟ خوی مردمی هیچ دارد همی، پی نامداران سپارد همی. پی میشه پا، سپارد از سپردن میاد. این سپردن پارسیه، همونیه که امروزه میگیم طی کردن. تو سپری کردن هم هستش. اینجا با توجه به اینکه زال پیش یه پرنده پیش سیمرغ بزرگ شده، سیندخت پرسید این زال خلق و خوی آدما رو داره؟ پی نامداران سپارت همی، دنبال روی آدمای نامدار هست. دنبال این هست که نامدار بشه، رشد انسانی بکنه، یا هنوز تو فضاهای سیمرغ و آشیونه سیمرغه؟ چنین داد مهراب پاسخ بدوی، که ای سرو سیمین بر خوب روی. به گیتی در از پهلوانان گرد، پی زال را کس نیارد سپرد. اصلا یه طوری پیش روه که کسی نمیتونه ازش دنبال روی کنه. دل شیر نر دارد و زور پیل، دو دستش به کردار دریای نیل. به کرداره میشه همچون یا مثل. دریای نیل هم منظور همون رود نیله. دستاش همچون نیله، کنایه از اینه که خیلی بخشنده است. چو برگاه باشد درفشان بود،
چو در جنگ باشد سرافشان بود. روی تخت و گاه که باشه درفشان یا همون درخشانه میدرخشه و توی جنگ هم سر میافشانه، یعنی چنان دلاوره که سر دشمناشو میریزه، میپاشونه، میافشونه روی زمین. چو بر گاه باشد درفشان بود هم میتونیم بگیم، یعنی وقتی روی گاه یا روی تخته درافشانی میکنه، بخشندگی میکنه. اینا رو گفت و یه عالمه دیگه هم از خوبیای زال گفت و آخرش هم گفت از آهو همان کش سپید است موی. تنها عیبش اینه که موهاش سفیده. این آهو رو پیش از این تو دوره سام و سیمرغ هم داشتیم، با آهو اشتباه نگیرید. آهو همون غزال یا حیوانه، این آهو میشه عیب و نقص. مهراب اینا رو که به سیندخت میگفت، رودابه هم اون طرف وایساده بود و شنید. چو بشنید رودابه آن گفتگوی، برافروخت و گلنارگون کرد روی. برافروخته شد و چهرش گل انداخت. گلنارگون، گون پسوند شباهته، گلنار هم همون گلای درخت اناره که سرخه. گلنارگون یعنی سرخ مثل گلای درخت انار. چو بشنید رودابه آن گفتگوی، برافروخت و گلنارگون کرد روی. دلش گشت پر آتش از مهر زال، و از اون پس از او دور شد رامش و خورد و حال. حال میشه آرامش یا شکیبایی. دلش از عشق زال پر آتیش شد و خواب و آرامششو از دست داد.